توی این دنیا کلاً 2 نفر هستن که باید کاری کنی که بهت افتخار کنن. نه مادرت، نه پدرت، نه همسرت و نه حتی بچه‌هات. اون 2 نفر نسخه 80 ساله و نسخه 8 ساله تو هستن. اگه این 2 نفر ازت راضی باشن، یعنی مسیر رو درست رفتی. چون کودک 8 ساله وجودت اصلاً کاری به جایگاه اجتماعی نداشت و فقط حس امنیت و حس زنده بودن و ذوق کودکانه براش مهم بود. نسخه 80 ساله تو هم دیگه اهمیتی به اشتباهاتت نمیده و باور دیگران براش مهم نیست و فقط این موضوع براش مهمه که آیا با شجاعت زندگی کردی؟ آیا دل به دریا زدی؟ از ترس‌هات عبور کردی؟ و تو الان دقیق این وسط گیر کردی که باید چی کار بکنی. پس گوش کن، چون چیزی که میخوام بگم نه نصیحته، نه انگیزشیه و نه حرفهای قشنگ. این یه محاکمه است. محاکمه‌ای که تو هر روز داری توش محاکمه میشی بدون اینکه بفهمی. تو فکر میکنی مردم باید ازت تعریف کنن؟ تو فکر میکنی دنیا باید بهت احترام بذاره؟ یا فکر میکنی بقیه باید همیشه برات دست بزنن؟ نه، تو داری اشتباه میکنی. توی این دنیا فقط 2 نفر هستن که باید بهت افتخار کنن و اگر این 2 نفر ازت ناامید بشن، هیچ کس دیگه ای نمیتونه برای تو کاری بکنه. اولی نسخه 8 ساله توه. اون بچه‌ایه که هنوز نمیدونه دنیا چقدر بیرحمه. هنوز نمیدونه آدما چقدر راحت رویاهاشو مسخره میکنن. هنوز نمیدونه چقدر ممکنه شکست بخوره. اما یک چیز رو میدونه، اینکه تو قرار بود قهرمانش بشی. اون بچه هنوز تو رو نمیشناسه. فقط یه تصویر ازت داره. کسی که قرار بود به هیچ کس اجازه نده رویاشو بکنه. حالا ازت میپرسم، اگه امروز جلوی اون بچه وایسی، میتونی توی چشاش نگاه کنی؟ میتونی بگی آره، من همون کسی شدم که تو آرزو داشتی؟ نسخه 80 ساله تو هم اون پیرمرد یا پیرزنیه که همه چیز رو دیده. همه فرصت‌هایی که داشتی و از دست دادی. همه روزهایی که میتونستی بهتر باشی و نبودی. همه لحظه‌هایی که میتونستی شروع کنی و نکردی. نسخه 80 سالت فقط یه سوال ازت داره. وقتی به گذشته نگاه میکنم، باید ازت شرمنده باشم یا بهت افتخار کنم؟ این سوال سنگین تر از هر قضاوتیه که دنیا میتونه دربارت بکنه. چون اون آدم تویی، اما نسخه ای از تو که دیگه هیچ فرصتی برای جبران نداره. تو بین 2 نسخه از خودت گیر افتادی. یکی که هنوز امید داره، یکی که دیگه امیدی نداره. و هر کاری که امروز میکنی، هر تصمیمی که میگیری، هر لحظه‌ای که داری هدر میدی، داره روی این 2 نفر اثر میذاره. تو فکر میکنی امروز مهم نیست. تو فکر میکنی فردایی هست. تو فکر میکنی وقت داری. اما نه، این بزرگترین دروغیه که داری به خودت میگی. اگر امروز تغییر نکنی، نسخه 8 سالت ازت ناامید میشه. و نسخه 80 سالت تبدیل میشه به یه آدم پر از حسرت. این 2 نفر تنها شاهدای واقعی زندگی تو هستن. نه مردم، نه خانواده، نه دوستها، نه شبکه‌های اجتماعی. فقط تو در 8 سالگی و تو در 80 سالگی. و تو باید کاری بکنی که هر دوی اینا به تو افتخار بکنن. نه فردا، نه هفته بعد، نه وقتی حال داشتم. همین امروز، همین لحظه، همین ثانیه تصمیم بگیر و کارایی که باید انجام بدی و انجام بده. حتما الان داری فکر میکنی کلی وقت داری. نه، من دارم از آینده میگم. تو وقتی نداری. نسخه 80 ساله تو رو داره میسنجه. آیا چیزی ساختی که ارزش نگاه کردن داشته باشه؟ منظورم پول و شهرت و تایید دیگران نیست. چیزیه که وقتی پیر شدی بتونی با غرور بگی اینو من ساختم. این رو من زندگی کردم. اگر امروز کاری نمی کنی، نسخه 80 سالت تبدیل میشه به یه موجود پر از حسرت. تو درگیر یه جنگ زمانی هستی. گذشتت ازت سوال میپرسه، آینده هم ازت جواب میخواد. نسخه 8 سالت میپرسه چرا رویاها رو ول کردی؟ نسخه 80 ساله میپرسه چرا زمان رو هدر دادی؟ و تو هیچ جوابی نداری. این سکوت، این خالی بودن، این بیعملی، این تعلل، این عقب انداختن‌ها، همشون تبدیل میشن به اتهام و تو متهمی به قتل رویاهای خودت. تو متهمی به اتلاف عمر.
تو متهمی به زندگی نکردن، تو متهمی به امید نداشتن. تو فکر میکنی افسردگی، بی‌حوصلگی، بی‌انگیزگی، خستگی همشون مشکلات بیرونی هن؟ نه. اینا پیام‌های نسخه 80 سالتن که از آینده داره باهات صحبت میکنه. تو داری منو نابود میکنی و هر بار که داری کاری رو عقب میندازی، هر بار که میگی بعدن، هر بار که میگی حوصله ندارم، هر بار که میگی من که نمیتونم، داری یه تیکه از آیندت رو میکشی. تو قاتل آیندت هستی اگر امروز کاری نکنی. پس تغییر رو شروع کن، چون نسخه 80 سالت ازت متنفر میشه و نسخه 80 ساله ازت ناامید و تو تبدیل میشی به چیزی که هیچ کس نمیخواد باشه. یک انسان زنده اما مرده. تو باید کاری کنی که هر دو نسخه بهت افتخار کنن. نه فردا، نه وقتی حال داشتی، نه وقتی شرایط خوب بود. همین امروز و همین لحظه. منتظر اتفاق عجیبی نباش. فقط شروع کن. زمان مثل سنگیه که روی شونه‌هات گذاشتن. نه وقتی 8 ساله‌ای میفهمی چه چیزی رو از دست میدی، نه وقتی 80 سالت فرصتی برای جبران داری. توی پایان این مسیر فقط یه سوال باقی میمونه. کدوم نسخه تو از تو راضیه؟ 8 سالگی که هنوز نمیدونه میخواد چی کار کنه و یا 80 سالگی که دیگه فرصتی نداره؟ و اینجاست که سنگینی سالها نه روی شونه ها بلکه روی روحت میشینه. اگر این سنگینی رو حس کردی، اگر یک لحظه بین 8 سالگی و 80 سالگی گیر کردی، این ویدیو رو برای کسی بفرست که فکر میکنی زمان داره از دستش میره و یادت نره یه تصمیم امروز میتونه آینده 80 سالگیت رو نجات بده. کامنت بذار و بگو کدوم نسخه تو هنوز منتظر نجاته و یادت باشه دوست همیشگی من اینجا یار همراز توه.